با سلام و عرض ادب خدمت همتون. میخوام راجع به استروئید ترمبولان باهاتون صحبت کنم. قبل از اینکه شروع کنم مثل نکات رو بهتون بگم راجع به استروئید. ببینید، من یا امثال من که میان راجع به استروئید صحبت میکنن، طبق مطالعاتی میرن زمینی دارن راجع به استروئید ها صحبت میکنن. هیچ کدام از من و امثال من که ویدیو میزان به هیچ وجه بسنده نکنید به این ویدیوها و آگاهانه تصمیم بگیرید. من توی این ویدیو کامل راجع به ترمبولان بهتون میگم که آگاهانه تصمیم بگیرید. اگه میخواید مصرف کنید، عوارضش رو بهتون میگم، معایبش رو بهتون میگم، مزایاش رو بهتون میگم. ببینید، شوخی بردار نیست. استروئیدها عوارض وحشتناکی دارن، مخصوصا این استروئیدی که میخوام الان بهتون بگم ترمبولان، مزایاش بیش از حد عالیه، عوارضش هم طبیعتاً بد هستش. آگاهانه تصمیم بگیرید، با متخصص یا مربی این کار صحبت کنید دربارش و باید قید یه سری چیزها رو بزنید که به یه سری چیزها برسید. استروئید هم همینجور هست و بالاخره کسی که هدفهای بزرگی داره باید تاوانهای سنگینی هم بپردازه. اینم از این. احتمال زیاد توی 2 تا بخش من این ویدیو رو کامل کنم. توی بخش اول بهتون راجع به انواع مدل ترمبولان میگم، راجع به ترمبولان دکا بهتون میگم و اگرم فرصت بود راجع به قدرت آنابولیک و آندروژنیک این استروئید هم میگم، مثل نکات هم میگم. و توی قسمت بعد که مهمترین قسمت هستش، معایب و مزایاشو بهتون میگم و دوز مصرف و یه سری نکات خیلی مهم بهتون میگم. میشه واسه آقایون چه دوزی مصرف کرد، واسه خانم ها چه دوزی مصرف کرد، حالا طرز مصرفش هم بهتون میگم. خب بریم راجبش صحبت کنیم. ببینید، 3 مدل ترمبولان داریم: ترمبولان استات، ترمبولان انانتات و ترمبولان هگزاهیدروبنزیل کربنات که اونو به اسم پارابولان میشناسن. میتونید نکته برداری کنید اینا رو که دقیق الان بهتون میگم. ببینید، ترمبولان استات یا استیت کوتاه‌ترین استر ترمبولان هستش. 2 تا 3 روز توی بدن فعاله. شما هفته میتونید 2 الی 3 تزریق داشته باشید، حتی بیشتر هم میزنم ولی خب دیگه نیازی نیست. تزریق داشته باشید در هفته. حالا خیلی هم میگن در هفته، ولی این اشتباس. اگه بخواید درست تزریق کنید باید طبق یه تاریخ مشخصی استروئید رو تزریق کنید که اون پالس هایی که میزنه شما توی اون بالاترین نقطه دوباره استروئید رو تزریق کنید که ریزش نکنه و شما اون عوارض رو نداشته باشید، پایین و بالا بشه مدام توی خونتون. همونجوری توی یه سطح بالا نگهش دارید غلظت اون استروئید رو توی خونتون. این از استات بود، کوتاه‌ترین استر این استروئید ترمبولان استات هستش. و مدل بعدی انانتات هستش، مثل تستوسترون انانتات. اینم انانتات داره و بین 5 تا 7 روز نیمه عمرش. شما 5 تا 7 روز میتونید تزریق کنید، مثلا هفته 2 بار هم حتی تزریق کنید، هفته 1 بار هم تزریق میکنید. ولی خب شما هر 5 روز نقطه‌ای تزریق کنید، 4 روز خوب هستش. این که هفته 2-3 بار دیگه نیازی نیست و شما دچار عوارض میشید، عوارض بیش از حد. و مدل بعدی مدل هگزاهیدروبنزیل کربناتش هست، بهش میگن ترمبولان هگز که پارابولان اونو اسم گذاشتن و نیمه عمرش بین 12 تا 15 روز هستش. هفته 1 بار، 2 هفته 1 بار تزریق میکنن، اما خب 10 روز 1 بار شما تزریق کنید بهتر هستش. این از طولانی ترین استر این استروئید بودش. یه نکته بهتون بگم، شاید ترمبولان میکس دیده باشید، الان عکسش هم میذارم اینجا. ترمبولان میکس داخلش فکر کنم دوزش 200 اگه اشتباه نکنم. هر 3 اینا هستش به یه مقداری. اونم هستش اون مدل هم که واسه دوره های حجم استفاده میشه، حجم خشک. بهتون این مدل، این کاربرد هر کدومش رو بهتون میگم. ببینید، استات معمولا واسه کسایی که
در مسابقه این فرصت زیادی ندارن، بین 8 تا 12 هفته مصرف میشه تا 6 هفته هم مصرف میشه که سریع جوابگو باشه. مقدار ترمبولان اون از مدل های انانتات و هگزاهیدروپنجیل کربنات توی اون ویالش بیشتر هستش، یعنی درصد بیشتری ترمبولان هستش تا استر. و مدل های دیگه هم بین 8 تا 12 هفته تزریق میکنن، تو که طولانی هستش، 12 هفته یه دوری طولانی هستش. و دیگه نکاتی که باقی میمونه اینه که بریم سراغ فعلا دکا و ترمبولان که بهتون میگم اونجا همراه با موضوع بهتون میگم نکاتی که هستش. ببینید ترمبولان و دکا هر دو از خانواده 19 نور هستن. یک دسته شیمیایی، یه زنجیره شیمیایی هستش که این ترمبولان و دکا از اون خانواده هستن. حالا راجبش اینجا نمیشه زیاد بحث کنم چون طولانی میشه ویدیو، اما خب بهتون میگم ترمبولان استروید آپدیت شده دکا هستش. یه سری عوارضش و یه سری تغییرات داخلش دادن که بهتون میگم. ببینید ترمبولان آراماتاز نمیشه، دکا آراماتاز میشه 20% کمتر از مثلا تستوسترون، دکا یا ناندلون. اما ترمبولان آراماتاز نمیشه توی بدن، یعنی توی بدن به استروژن تبدیل نمیشه و شما عوارض استروژنی ناشی از مصرف ترمبولان رو ندارید. این به این دلیل نیست که مثلا شما احتباس آب نگیری، ژنیکوماستین نگیری، پوستت نمیدونم چرب نشه. این عوارض ناشی از مصرف ترمبولان شما آندروژنیک نداری، یعنی مثلا با آراماتاز تبدیل نمیشه و شما دچار احتباس آب ناشی از بالا بودن آندروژن بدن نمیشی. شاید پرولاکتینتون بالا بره و شما دچار ژنیکوماستی بشین از اون طریق، ولی از طریق بالا رفتن آندروژن بدن، استروژن بدن، شما دچار ژنیکوماستی نمیشی و این یک مزیت هستش و میشه گفت یه ایراد هم هستش که باید با چه استروئیدی ترکیب بشه که این خنثی بشه و آسیب به بدن نرسه. و مدل دیگه ای هم که داره این که تمایل بیشتری داره ترمبولان به گیرنده های آندروژن چسبیدنش. خب یعنی که شما بهتر سنتز پروتئین رو دارید، عضله سازی بیشتری دارید. اون به خاطر از یه طرف به خاطر ساختارش، از یه طرف به خاطر بالا بودن قدرت آنابولیکیش. این از ساختار ترمبولان هستش. یه اسم علمی هم داره، مثلا بهش میگن که اگه پیداش کنم بهتون میگمش، زیاد نیازی هم نیست. همین مدل دیگه خواستم اسم انگلیسی اینو بهتون بگم. این هم از مزایاش هستش. و بریم سراغ قدرت آندروژنیک و آنابولیک این استروئید. ببینید هر استروئیدی یه قدرت آنابولیک داره، یه قدرت آندروژنیک داره. به طور مثال تستوسترون قدرت آنابولیک اون 100 و قدرت آندروژنیک اون 100 هستش تستوسترون. و این قدرت آنابولیکه که بدن ساز بهش نیاز داره. این قدرت آنابولیکه که باعث سنتز پروتئین بیشتر میشه، باعث عضله سازی بیشتر میشه، باعث پمپاژ خون بیشتر میشه، رگگشایی میشه و فعالیت بیشتر قلب و عروق میشه. و این ما از استروئید قدرت آنابولیک رو میخوایم. حالا میخوام یه مثال بزنم بهتون که بدونید قدرت آنابولیک ترمبولان در قیاس قدرت آنابولیک تستوسترون چقدر هستش. 500 به 100، یعنی 500 قدرت آنابولیک و 100 قدرت آندروژنیک این استروئید هستش. و میشه قشنگ به زبون فهمید که 5 برابر قوی تر از تستوسترون هستش و 5 برابر هم قدرت عضله سازی بیشتری داره. که توی بخش عوارض بهتون میگم این 5 برابر چه تاوانی داره.
چه کارهایی میکنه توی بدن. یکیش الان بهتون میگم، بیضتون رو میتونه تا حد مرگ غیر فعال کنه دیگه. بدنتون به هیچ وجه تستوسترون تولید نمیکنه، چون کامل بلاک میکنه گیرنده های آندروژن و بیضتون تنبل میکنه، چون حالا قدرت بارایی داره. این از این مورد بود 500 به 100. و این چیکار میکنه؟ شما 5 برابر قدرت عضله سازی بیشتری دارید. میدونم الان شوق مصرف این استروئید رو گرفتید، اما قسمت دوش هم حتما ببینید، نظرتون کامل عوض میشه. شما با مصرف این استروئید اگر فاکتورهایی داره، رژیم غذایی درست، تمرین درست، خواب درست، روحیتون اوکی باشه، فکرتون درگیر نباشه، بدون هیچ ایرادی تامین کنید، این استروئید اگر اورجینال باشه بهتون 5 برابر بیشتر از تستوسترون عضله سازی میده توی اون دوز مساوی. یعنی مگه 200 در هفته مصرف کنید. آره دیگه اینجوریه. خب استروئید خیلی قدرتمندی هستش. این نکته هم بهتون اینجا بگم، این استروئید حیوانی هستش و آزمایش‌های انسانیش هم گفته شده که انجام شده، اما خب بسنده نمیشه کرد به این موضوع. یه استروئید حیوانی هستش. فرق مدل حیوانی از مدل انسانی هستش که این استریل شده هستش، کاملا مدل انسانی و واسه انسان ساخته شده. توی بازار سیاه میتونید مدل انسانیشو پیدا کنید. یه سری راهکار هم هست برین که بفهمید مثلا این استروئید اصلی یا نه. این ترنبولون سریع بهتون جواب میده، بهتون عضله سازی خیلی خوب میده سریع. و اینکه شما دچار عارضه سوستانال ترنکاف میشید، یعنی شما بعد از تزریق دچار سرفه میشید، چون توی بخش مزایا بهتون میگم قدرت چربی‌سوزی وحشتناک بالایی داره. چربی هاتون رو میبره، شیفت میکنه، تبدیل به انرژی میکنه و این باعث میشه که ریتون دچار فشار بده و این دچار سرفه میشید. حالا بهتون کامل همشو میگم توی مزایا. تا اینجا کافیه. بخش دوم حتما ببینید که آیا تصمیم میگیرید این استروئید رو میخواید مصرف کنید یا نه. امیدوارم دوست داشته باشید و منتظر بخش دومش هم باشید.